تا حالا شده توی یه جمع شلوغ باشی، صدای خنده و حرف زدن همه جا رو پر کرده باشه، ولی تو حس کنی که توی یه حباب شیشه‌ای گیر افتادی؟ انگار داری یه فیلم سینمایی رو تماشا می‌کنی که خودت بازیگرش نیستی. همه دارن درباره چیزهای روزمره حرف میزنن. قیمت دلار، مدل ماشین فلانی یا اینکه نهار چی خوردن. و تو فقط داری با خودت فکر می‌کنی چرا من نمیتونم مثل اینها باشم؟ چرا این حرفا برای من انقدر بی‌معنیه؟ شاید بارها به خودت گفتی من یه آدم اجتماعی نیستم، من مغرورم، یا بدتر من یه مشکلی دارم. اما بذار یه راز بزرگ رو بهت بگم. رازی که روانشناس‌ها معمولاً توی جلسات تراپی بهت نمیگن، چون میترسن که خودشیفته بشی. حقیقت اینه که تنهایی تو به خاطر نقص تو نیست. تنهایی تو بهاییه که داری بابت هوشت پرداخت میکنی. یه مطالعه عجیب توی سال 2016 انجام شد به اسم تئوری خوشبختی ساوانا. نتایج این تحقیق دنیای روانشناسی رو تکون داد. اونها فهمیدن که برای اکثر آدم‌ها وقت گذروندن با دوستان باعث خوشحالی میشه. اما برای یه گروه خاص، یعنی آدم‌های با IQ بالا، قضیه کاملاً برعکسه. هرچقدر این آدم‌ها بیشتر با بقیه معاشرت میکنن، رضایتشون از زندگی کمتر میشه. امروز توی این ویدئو میخوام در مورد نفرین هوش حرف بزنم. میخوام 5 دلیل علمی و تاریک رو بهت بگم که چرا آدم‌هایی مثل تو محکوم به تنهایی هستن و چرا این تنهایی شاید قدرتمندترین سلاحی باشه که داری. اگه آماده‌ای که خودت رو توی آینه ببینی، دکمه لایک رو بزن تا الگوریتم ما رو پیدا کنه و بریم سراغ اصل مطلب. دلیل اول، نفرین تشخیص الگوها. ببین، مغز یه آدم باهوش مثل یه ابر کامپیوتره که هیچ وقت خاموش نمیشه. کار اصلی این کامپیوتر چیه؟ پیدا کردن الگوها. آدم‌های عادی وقتی یه نفر بهشون لبخند میزنه فقط یه لبخند میبینن. اما تو چی میبینی؟ تو میکرو اکسپرشن های صورتش رو میبینی. تو لحن صداش رو میشنوی که با حرفش نمیخونه. تو یادته که 3 ماه پیش یه دروغ کوچیک گفت و الان داری اون رو با رفتار امروزش کنار هم میچینی؟ به این میگن نفرین دانایی. وقتی تو میتونی الگوهای رفتاری تکراری آدم‌ها رو ببینی، وقتی میتونی پیش بینی کنی که این رابطه قراره چطور تموم بشه، وقتی میتونی فیک بودن رو از 100 کیلومتری تشخیص بدی، معاشرت کردن برات تبدیل به شکنجه میشه. مثل اینه که بری شعبده بازی ولی راز تمام حقه ها رو بدونی. دیگه برات جذاب نیست. دیگه نمیتونی مثل بقیه دست بزنی و ذوق کنی. جهل نعمت رفیق و تو این نعمت رو از دست دادی. برای همینه که ترجیح میدی تنها باشی تا اینکه توی یه اتاق پر از آدم باشی و صدای دروغ هاشون مثل مته توی مغزت باشه. دلیل دوم، شکنجه‌ای به اسم اسمال تاک. هوا چقدر گرم شده نه؟ دیشب فوتبالو دیدی؟ این لباس رو از کجا خریدی؟ برای اکثر مردم این مکالمات مثل روغنکاری اجتماعیه. باعث میشه حس نزدیکی کنن. اما برای تو این مکالمات مثل کشیدن ناخن روی تخت سیاهه. مغز تو تشنه عمقه. تو دنبال چراها هستی، نه چیها. تو میخوای درباره ابعاد پنهان جهان، درباره مرگ، درباره آینده هوش مصنوعی یا درباره روانشناسی انسان حرف بزنی. ولی وقتی سعی میکنی بحث رو عمیق کنی، چی میشه؟ بقیه چپ چپ نگاهت میکنن. میگن ای بابا چقدر فلسفیش میکنی، چقدر سنگین حرف میزنی، خوش باش بابا. و اینجاست که تو یاد میگیری سانسور کنی. یاد میگیری که خودت رو کوچیک کنی تا توی قالب اونها جا بشی. تو نقاب آدم عادی رو میزنی، لبخند میزنی و سر تکون میدی. اما وقتی برمیگردی خونه، حس میکنی روحت له شده. حس میکنی 10 ساعت کارگری کردی. این خستگی فیزیکی نیست. این خستگی وجودیه. خستگی از تظاهر به این که سطحی بودن برات جذابه. تا حالا این حس رو داشتی که حرفهات توی گلوی خودت گیر کرده چون کسی نبوده که بفهمه؟ اگه آره، توی کامنت ها بنویس من تنها نیستم یا یه ایموجی آبی بذار. بذار ببینیم چند نفر از قبیله ما اینجان. دلیل سوم،
تئوری ساوانا و مغز ناسازگار. برگردیم به اون تحقیق عجیبی که اول ویدیو گفتم. دانشمندها اسمش رو گذاشتن The Savannah Theory. خلاصه این ماجرا اینه. مغز ما هنوز توی دوران غارنشینی و زندگی توی دشت‌های ساوانا گیر کرده. توی اون دوران بقای ما وابسته به قبیله بود. ما باید همیشه کنار بقیه می بودیم تا شیر و پلنگ نخورنمون. پس مغز ما تکامل پیدا کرد تا از جمعیت لذت ببره. اما یه جهش ژنتیکی اتفاق افتاد. آدم‌های باهوشتر یاد گرفتن که چطور تنهایی مسائل رو حل کنن. اونها ابزار ساختن. اونها راهکارهای جدید پیدا کردن. برای یه آدم با آیکیوی بالا، جمعیت دیگه نماد امنیت نیست، بلکه نماد حواس پرتی و مزاحمته. وقتی تو داری روی یه پروژه بزرگ کار میکنی، یا داری یه کتاب عمیق میخونی، یا داری توی ذهنت یه بیزینس پلن میچینی، حضور بقیه فقط نویز ایجاد میکنه. مغز تو طوری سیمپیچی شده که دوپامین رو از خلق کردن و حل مسئله میگیره، نه از مهمونی رفتن. پس وقتی تنهایی غمگین نیستی، داری کار اصلیت رو انجام میدی. داری به تنظیمات کارخانه برمیگردی. دلیل چهارم، استانداردها و فیلترهای سختگیرانه. بیایم رو راست باشیم. هر چقدر بیشتر میفهمی، سخت پسندتر میشی. وقتی جوانتری یا کم تجربه تری، با هر کسی دوست میشی. فقط کافیه باحال باشن. اما وقتی شعورت بالا میره، تو دیگه نمیتونی آدمهای سمی، آدمهای حسود، آدمهای دروغگو یا آدمهای سطحی رو تحمل کنی. فیلترهای ورودی ذهن تو تنگتر میشه. تصور کن دایره ارتباطات آدم‌ها مثل یه قیفه. برای آدم‌های معمولی دهانه این قیف خیلی بازه. هر کی از راه برسه میاد تو. اما برای تو دهانه این قیف به اندازه یه سر سوزنه. تو ترجیح میدی ماه‌ها تنها باشی تا اینکه وقتت رو با کسی بگذرونی که به روحت چیزی اضافه نمی‌کنه. این انزوا نیست. این بهداشت روانیه. تو یاد گرفتی که تنهایی با کیفیت شرف داره به شلوغی بی کیفیت. ولی خب نتیجهش چیه؟ دایره دوستانت هر سال کوچیک و کوچیکتر میشه تا جایی که شاید به انگشت‌های یک دست برسه. و این ترسناکه نه؟ دلیل پنجم، حس بیگانه بودن. این عمیق‌ترین و دردناکترین بخش ماجراست. آیا تا حالا حس کردی که اشتباهی به دنیا اومدی؟ یا توی زمان اشتباهی هستی؟ آدم‌های باهوش اغلب دچار یه نوع اگزیستانسیالیسم یا بحران وجودی میشن. تو به چیزهایی فکر میکنی که بقیه حتی به ذهنشون خطور نمیکنه. معنی زندگی چیه؟ چرا سیستم آموزشی اینقدر احمقانه است؟ چرا مردم اینقدر راحت ظلم میکنن؟ و وقتی این دغدغه ها رو داری، نگاه میکنی به همسن و سالهات که دغدغه‌شون مدل موی جدیدشونه. و حس می‌کنی یه بیگانه‌ای که از مریخ افتاده وسط زمین. این حس درک نشدن مادر تمام تنهایی هاست. تو ممکنه همسر داشته باشی، رفیق داشته باشی، خانواده داشته باشی، ولی هنوزم اون حفره عمیق رو توی سینه‌ات حس کنی. چون اونها خود تو رو نمی‌بینن. اونها فقط سایه تو رو می‌بینن. خب رفیق یاغی من، حالا که فهمیدیم چرا تنهاییم، باید چی کار کنیم؟ آیا باید بریم قرص بخوریم که خنگ بشیم تا بتونیم با بقیه خوش بگذرونیم؟ نه. راه حل توی یک کلمه است. پذیرش. بپذیر که تو نرمال نیستی. و خدای شکرت که نرمال نیستی. دنیا رو آدم‌های نرمال تغییر نمیدن. دنیا رو کسایی تغییر میدن که جرأت کردن تنها باشن. نیکولا تسلا، استیو جابز، انیشتین، همشون تنها ترین آدم‌های دوران خودشون بودن. تنهایی تو زندان تو نیست، پیله توه. جایی که تو توش رشد می‌کنی، بال در میاری و تبدیل به چیزی میشی که قراره باشی. به جای اینکه دنبال این باشی که توی جمع حل بشی، بگرد دنبال قبیله خودت. شاید قبیله تو توی مدرسه یا محلت نباشه. شاید قبیله تو همینجا باشه. توی کامنت های همین ویدیو، توی کتاب هایی که میخونی. اینترنت به ما این شانس رو داده که هم فرکانس های خودمون رو پیدا کنیم، حتی اگه 1000 کیلومتر دورتر باشن. پس دفعه بعد که جمعه شب توی خونه تنها بودی و داشتی فکر میکردی یا روی خودت کار میکردی و بقیه استوری های مهمونیشون رو گذاشتن، حسرت نخور.
یه لبخند بزن و به خودت بگو من دارم بهای پادشاهی ذهنم رو میدم. اگه این ویدیو باعث شد کمتر احساس عجیب بودن بکنی، حتما لایکش کن و برای اون رفیق باهوشت که همیشه تنهاست بفرست. توی ویدیوی بعدی میخوام درباره موضوعی حرف بزنم که خیلی درخواست کرده بودید. تکنیک‌های ممنوعه زبان بدن. چطور ذهن دیگران رو بدون کلام بخونیم؟ اگه نمیخوای این قدرت رو از دست بدی، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو روی آل بذار. یادت نره، توی دنیایی که همه سعی دارن کپی هم باشن، خودت بودن بزرگترین یاغیگریه. تا درودی دیگر، بدرود.